پیامبرم نمیگن اینها، خدای هم میگن. نگفتن هیچ وقت که علیه بالله خدای ما هم یهودی مثلا، چرا خدای ما مثلا انگلیس نیست که نگفتن. خب پذیرفتن حق، یعنی به نظر آنها حق بوده است. خب حالا اگر حق بود اون خدا هر چی خدا به نظر آنها چی یهودی باشه چی فارسی باشه چی عربی دیگه خدا خداست میشه. هم دوستان یا حتی گذشته از این دین و آیینی آسمانی، حتی مکتب‌های اجتماعی فلسفی اجتماعی مثل مکتب مارکسیسم، شما میدونید که این مکتب زادگاهش آلمان است، درست؟ یعنی بعد از مارکس و انگلس مثلا پایه ریزی شدگی این دو نفر خب آلمانی بودن، حالا بعضیا میگن یهودی بودن، کار ندارم، لااقل متولد همون آلمان بودن. بعد یک مدتی هم مارکس در انگلیسیستان انگلیه زیست. اما خب در کجا گسترش پیدا کرد مارکس؟ در شوروی، در بین روس‌ها مثلا. امروز هم که نیست، در چین مثلا، در کره شمالی. این همین راهی کمونیسم، یعنی اینها قبل از اینکه تو مجالساشون نگاه کنیدون، وقتی که عکس رهبراشون اول عکس مارکس هست، بعد انگلس هست، بعد لنین، بعد اون رهبری خودشون، حالا ماو زدون یا کسی دیگر. همدستان خب اینها که نگفت، چینیا که نگفت مکتبی فلسفی اجتماعی سیاسی مثلا مارکسیسم خب در آلمان متولد شد، بگذار در آنجا یعنی مکتب و راهی آنها باشد. نه ما نکی نگفتند. علتش این چون خودی مکتب کمونیستی داعیه جهانی دارد. نگفته است که مثلا مارکس سخنش چیست؟ میگه که ما طرفداری برابری هستیم. حالا من به صحت و سقم درستی یا نادرستی این مکتب کاری ندارم، فعلا آنچه که میگویند با کدام انگیزه ها اینها پای ریزی شدن، با این انگیزه، با این شعار که پرولتارهای همه این مملکت ها یک شوید، کارگر و صنف کارگر و دهقان با هم دست به دست هم بدهیم، علیه سرمایه‌داران قیام کنیم و حکومت گیریم و مثلا چی نظام سوسیالیستی بعد کمونیستی درست کنیم، بهش درست کنیم در روی. خب این شعارها، این آرمانها که مربوط به یک قوم و نژاد مخصوص نیست، برای همه است. به همین علت است که در چین و در کره و در دیگه جاها حتی مدتی در خود اروپای شرقی اینها چی این گسترش داشت این مکتب. حالا اون خطا بودنش جای خودش. خب پس اون وقت بچه سبب امروز این روشنفکران میگن که پس اسلام چون از سرزمین عربستان برخواسته است باید مخصوص آنها باشد. چون این نیست. انگیزه های جهانی داشته باشد، شعارهای عمومی باشد، فراگیر باشد. خب دیگه این کافی است که برای دیگران هم باشد. بگذار پیامبرش غیر عرب باشد. بعد ما گذشته از این آیات قرآن و سنت ها، فرموده های پیامبر، یک دسته از این شاخص هایی داریم، شاخص هایی برای ارزیابی در اسلام هست که اینها فراملی هستند. مثلا در قرآن هست که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به یک واقعیت قرآن اشاره میکند، میگه که ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، خلق کردیم، حضرت آدم و حوا علیهم السلام. بعد شما گروه ها، قبیله ها، مردم ها، روستاها و نژادها و ملت های مختلف شدیدون، شما را به ملت های مختلف قرار دادیم. این هم یک واقعیت است، درست؟ خب بعد سوال، یعنی یک دخلی مخدر میکند قرآن، میگه که خب ما چرا جعلناکم شعوبا و قبایل، چرا شما رو به قبیله ها و مردم های مختلف تقسیم